سلام. امروز یه روز خاصه چون امشب عروسی یکی از بهترین دوستا و صمیمیترین دوستامه و من خیلی واسش ذوق دارم. میخوام برم سالن، ساعت 10 باید سالن باشم. الان ساعت تقریبا 9 صبحه. به صورت یه مرطوب کننده سبک میزنم چون میخوام میکاپ شم و همین دیگه. با من همراه باشید ببینیم قبل و بعدش چی میشه. چون فقط نوبت میکاپ دارم یه حالی به موهام دادم. الان تو راه آرایشگاه هم. راستی اینم بگم من اولین بار پیش این میکاپ آرتیست قراره میکاپ شم. خیلی تعریفشون رو تو زندان شنیدم چون سبک روسی کار میکنن و دوست دارم ببینم، تجربه کنم که ببینم پوست سازی و موژه گذاریشون به چه صورته. رسیدم سالن، میکاپ آرتیستم داره وسایلشو میچینه. شروع کنیم. با اینکه دیر رسیده بودم ریحانه جون کلی ازم پذیرایی کرد. مواد و متریالشون رو چک کردم، کاملا اورجینال بود و از مواد خوبی استفاده میکردن که این مهمترین چیزه. تو لحظه آخر گفتم موهامو یه فر بکنم. استایل کردن موهام و میکاپم تموم شد، خیلی عالی شد و ما تصمیم گرفتیم که با هم یه چند تا اکت بریم و کلی خوش بگذرونیم. اینم از فاینال میکاپم. من که خیلی راضی بودم. منتظر عکس و فیلمای خفنش باشید. الان دیگه آماده شدم برم عروسی و کلی خوش بگذرونم. شما هم نظراتتون رو توی کامنت بهم بگید.